دوستانی عزیز، من صبح سموسه تیار کردم و در تفتون گذاشتم. از بنابرای همه اونها رو پخته ایستادم و امیدوارم که خوب می آید. البته که این نگاه کنید چقدر زیبا اومده است، هرچند که حالا خوش رو پختگی نیست، خوش رو ماده شدگی نیست، اما در تفتون است یک خبر گرفتم و باز از پای کارم شدم. باد و هوای ما رو بینید چقدر زیباست. میگوی که بهار شده است در محله ما، در تاجیکستان سرزمین ما. هوا بی‌غبار است. میبینید چقدر زیبا آمده است، چقدر خیلی گرم است، خیلی قهوه اپتیت می آمده است، خیلی زیباست، خیلی بامزه است. من الکی از اینش خوردم. خیلی و خیلی بریونک آمده است، خیلی خوش طعم است، با لذت است. حالا اکنون نوبت ما در نزد تفتون نشستن و صحبت کردن با شماست. من از یک تاش رو بینم که چقدر چیکونه آمد به شما بها میدیم. خیلی بریونک آمده است، خیلی با مزه آمده است. راستی گپ نمیدونم، شاید باور نکنید اما خیلی و خیلی خوش طعم است، خیلی و خیلی با مزه آمده است. امیدوارم که ویدیو امروزه ما به شما پسند اومد. تشکر زیاد برای تماشا کردن. دوستانی عزیز، در کانال ما سابسکرایب کردن و لایک رو فراموش نکنید. سلامت باشید، خوب در پناه الله باشید. خیر.